با 20,000 تومان کامل غذای 3 نفر آدم بخور رو درست کردیم. از سوسی که درست کردیم سلام، به آشپزخونه خودت خوش اومدی. میخوام از امروز قیمت دقیق تمام شده غذاها رو براتون حساب کنم و بهتون بگم. ببینیم با چه قیمت چه غذایی میتونیم درست بکنیم. به صرفه از تو رستوران غذا بخوریم یا توی خونه. امروز قراره ارمنی پلو درست بکنیم، یکی از غذاهای خوشمزه کشور ارمنستان رو. برای شروع کار اول میایم مرغ‌هامون رو مزه‌دار میکنیم. شما برای این غذا میتونید به راحتی از بالا کتف خالی، از مرغ کامل، از رون خالی، از سینه خالی، از هر کدومش میتونید استفاده کنید. پس اولین کاری که میکنیم زعفرون. بعد از اینکه بهشون زعفرون اضافه کردیم، حدود 5 تا 10 دقیقه بهش زمان بدید تا کاملا زعفرون به خوردش بره. حالا بهش نمک اضافه میکنم. دقت کنید این ارمنی پلو در اصل تو کشور خودمان با اسم تهنداز شناخته شده و ما اینو به اسم تهنداز درستش میکنیم. یکیه، خیلی با هم فرقی نداره. پس نمک رو اضافه میکنیم بهش، دوباره با هم مخلوطش میکنیم. یه قاشق هم بهش آب لیمو ترش اضافه کنید. نصف قاشق چایخوری پودر زنجبیل. 2 قاشق غذاخوری هم روغن مایع. طعمدار شدنمون تموم شد. خب وقتی که مزه‌دار کردین، دقت کنید شما میتونید هر جور که دلتون بخواد مزه‌دارش بکنید. پر فلفلش بکنید، کم فلفلش کنید، بهش سبزیجات بزنید، پیاز بزنید. اما واقعا نیازی نیستش. شما هر کاری هم بکنید، ارمنی پلو یه غذای پرتراکم و خشکی هستش. نمیشه براش آب خورش درست کردش. اما میتونیم با سرخ کردن گوجه فرنگی و دلچینه‌های دیگه این غذا رو طعمش رو چند برابر کنیم که امروز میخوام من این کارو براتون انجام بدم. پس اگه میخوای یه سرو زیبا رو از ارمنی پلو ببینی، تا آخر ویدیو رو دنبال کن. اول داخل قابلمه‌تون یا مثل من تابتون رو کاملا چربش کنید. حالا یه ردیف به این شکل سیب زمینی‌ها رو بچینید روی هم بچه‌ها. بچینید بیاد رو هم، نذارید کف کف خوابه. میخوایم شکل خوشگل داشته باشه بعد از انتهای کار. حالا مرغامون رو بچینیم کنار این سیب زمینی ها. سمتی که گوش داره رو بذارید پایین که وقتی میخوایم برش گردونیم کاملا جذاب دیده بشه. اگه مثل من گوشت اضافی آوردید اشکال نداره، بشینید این بغل، فقط سرخ نمیشه دیگه ولی کاملا میپزه. به این شکل. این روغنی که باهاش مرغ‌ها رو مزه‌دار کرده بودیم من اضافه میکنم روش. من 2 پیمانه برنج خیس کردم، گذاشتم آب جوشید، بعد گذاشتم داخل آب، حدود 5 تا 7 دقیقه توی آب غل خورد و نیم پس شد. حالا برنج نیم پس شدم و میریزم روی مرغ و سیب زمینی ها. حالا برنجتون رو پشت قاشق کاملا پهنش کنید. یه مقدار فشارش بدید که میخوایم وقتی برش گردونیم قالبی خارج شه. آخر کارم یه مقدار کره، حالا بسته دیگه خودتون چقدر بخواید چرب بشه بذارید کنارهاش که بیشتر رو سیب زمینی ها بریزه و اونها رو برشته بکنه. میذاریم رو. خب کار ارمنی پلو ما تمام. درشو میذاریم شعله کم حدود 45 دقیقه تا 50 دقیقه. اجازه بده کاملا بپزه. توی این حد فاصله من میخوام کنار این غذا بادمجون سرخ کنم و همینطور گوجه فرنگی. یه مقدار میخوام زرشک درست بکنم. گفتم این چون غذای متراکمی هستش و خورش نداره یا آب خورش نداره، بهتره که کنارش یه چیزی داشته باشیم که حالت ملین داشته باشه و راحت تر اینو میلش بکنیم. پس تا من برام اونها رو سرخ بکنم و این هم بپزه، 45 دقیقه دیگه برای سرو این غذای خوشمزه به شما ملحق میشم. بریم و برگردیم.
خب بعد از گذشت 45 دقیقه غذای ما کاملا آماده است. قبل از اینکه بخوام غذا رو بکشم و سروش کنم، قیمت این غذا رو تماشاش رو بهتون بگم. 2 پیمانه برنج داشتیم که برنج کیلویی 100 تومن که بخوای حساب بکنی 2 پیمانش تقریبا میشه حدود 25 تا 30 هزار تومن. ما نصف یه مرغ کامل رو داشتیم. اگر مرغ رو هم کیلویی 85 تومن الان تو بازار بخوایم حساب کنیم 140 تومن یا 150 تومن کاملش رو، نصفش تقریبا میشه حدود 60 تا 70 تومن. 70 تومن و 25 تومن 95 هزار تومن. یه هویج، یه پیاز، 2 تا حب سیر همراه 20 گرم هم کره برای سس استفاده کردیم با یه قاشق و رب. اونم جمعا میشه 10 هزار تومن. یعنی میشه 105 هزار تومن. حالا شما دست پر بگیر 120 هزار تومن هستن. با 120 هزار تومن کامل غذای 3 نفر آدم بخور رو درست کردیم. خب ظاهرش خوبه، راضی کننده است. اینم سسی که درست کردیم براش به همراه ترشی و اینم پیازش. قبل از اینکه غذا رو تست بکنم من قول دادم که از بادمجون و گوجه سرخ کنم و کنار این غذا استفاده کنم، اما خب فیلمبردار محترم بدون اطلاع من ترکیب این بادمجون و گوجه ها رو داده بود. اینه که دست به کار شدم و براش یه سس درست کردم. دقت کنید یه آشپز خوب نباید لنگ بمونه. اگر بادمجون گوجه نداشتم عیبی نداره، براش یه سس درست کردم که فوق العاده هم خوشمزه است. دیدید آموزشش رو، حتما امتحان کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. خب توصیه می‌کنم حتما درستش کنید. اگه خوشت اومد لایک فراموش نشه، نظرت هم برام کامنت کن. تا آموزش بعد، خداحافظ.